از تویخانه‌های تاجیکستان بعد از کرانتین بیش از 1.5 ماه علیه بیماری کووید 19 با صدای کرنه سرنه بلند گردید. دوران جان و مستوره نخستین جفت خوشبخت هستند که در این روز در خوجند عقد نکاح بسته و توی آراستند. لحظه های خاطرمان داماد و عروس نیکبخت دوران جان و مستوره خان است که هر یک ما و شمایان در این شام نیک دیده و دیدار یکدیگر رسیدیم. از زبان داماد و عروس شنیدن احساسشان در توی عروسی دست نداد، ولی نقاب طبی شادمانی چهره های آنها و نزدیکان و دوستانشان را پنهان نمی داشت. ما امروز با همه قاعده قانونی که همین برای سلامتی تمام اهلی همین جماعت پیشنهاد شده است به همانها رعایت کرده. شکر میگوییم که به چنین رسیدیم و اجازت دادن. پیوندان شه و عروس امیدوارند که تا تولد نخست فرزند این جفت جوان بیماری کووید 19 از میان می رود و نسل‌های نو سالم و بردم کلان می شوند. تویخانه میرزا حبیب در خوجند از اول ماه می چون دیگر تویخانه و طربخانه ها موقتا بسته بود، برای پیشگیری بیماری کووید 19 در تاجیکستان از 27 اپریل کرانتین سبک جاری گردید. ستاد جلوگیری از ویروس نو روز 20 ایون به دایر کردن توی و سرها به ساکنان اجازه داد، ولی با رعایت قاعده های بهداشتی. البته 100 نفر معین شده است. در آمدن البته دزینفکسیون میشد، حرارتی بدنی مزاج رو کرده سنجیده میشد. بعد درونی تویخانه در آمد برای استعمال آب بعد ماسک های میگیرن. البته چندین خانواده دیگر هم برای گذراندن توی عروسی فرزندان خود در تویخانه درخواست دادند. برخی هم پورا پایان یافتن دوره کرانتین و به نقاب و به محدودیت ها برپا کردن توی خود را منتظرند. اما در خاطر مستوره و دوران جان از توی ازدواجشان از دوره کووید 19 با نقاب در تخت نشستند در یاد خواهد ماند.